حسینم امروز اومدیم با یه ویدیوی خفن زیبا قشنگ. میدونم هر ویدیو دارم یا میگم، ولی خب ویدیو زیباست، قشنگ. همتون گرم که هنوز دارید بنده رو دنبال میکنید. ویدیومو دمر که داره ویدیو گرم. خب امروز قرار بود چیکار کنیم؟ امروز قرار بود که چیز بریم خونه رو تمام کنیم، خونه رو تکمیل کنیم که دیگه کار نمونه دیگه. کلا سلام، من محمد حسینم. این ادیتور آدرس اصلی محسنه. ادیتور منو مجبور کرد بیام اینجایی که دارم حرف میزنم و ترجمه کنم واسهتون، چون سریع کرده ویدیو رو، هیچ معلوم نیست. اینجاها زیاد حرف نمیزنم، به این تیکه که میرسه میگم امروز قرار ویدیو چیزو تموم کنیم. خونه 16:32 قراره باشه و اینکه اینجا هنوزم زلزله میکنم که آره دیروز قرار بود اینجوری. آره و اینکه هیچی هنوز اینجا هیچ زل خاصی نمیذاره. آره اینجا دارم میگم قرار بود دیروز تموم شه ویدیو، ببخشید خونه، ولی دیگه تموم نشد. دیروز ویدیو تموم نشد. و اینکه اینجام بیلم شکست و الان دارم فوش میدم. ادیتورم سانسور نمیکنه چون سریع هیچکی نمیشه. اینجا هم حرف خاصی نمیزنم، دارم میگم تشات نشده تموم میکنم. و اینکه یه متنم ادیتور فرستاده براتون بخونم. خودش من رو نمیخونم. اوکی این تیک یاد بدید. نوشته که در حال گوه خوردن داره به گوه خوردن میفته، به ویزامبی حمله کرده. البته این تیکه که به ویزامبی حمله کرد تموم شد. و اینکه اینجا هم داشتم به ادیتور فوش میدادم، مجبورم کرد عذرخواهی کنم وگرنه ویدیو رو پاک میکرد، تحویل نمیداد. من خودم پاک کردم داستان. آره دیگه نداشتم، مجبورم کرد ویدیو رو پاک کنم دیگه. یه عذرخواهی هم از ادیتور میکنیم. من خیلی ظلم کردم توی ویدیو به ادیتور و متن خاصی دیگه نیستش، تقریبا همینا بود. ولی جلوتر یه متنی فرستاده، اون رو براتون میخونم. این تیکم نمیدونم فهمیدین یا نه. گفتم الان ادیتور تو ویدیو هم گفتم الان ادیتور داره فوشم میده که واقعا فوش داد. آخه خیلی زیاد دارم ویدیو. هم من چیز عادتشو میدونستم. این عادت داره قبل ادیت دادن یه بار ویدیو میبینه، نمیتونه کاری کنه، ایدزی داره بدبخت، مجبوره، انگار مجبورش کردن. نمیدونم دیگه بسیاری مجبوریم هرچه فشار خود را بیشتر کنیم بر پاسن مبارک. و این ویدیو دیگه شاید فهمیده باشین، اکثرا شاید هم نفهمیده باشین. این تیکرم ادیتور پاک نکرد، مریض بهش گفتم پاک کن، پاک نکرد. به خدا ادیتور به مشکل بخورم من جرت میدم، به خدا به مشکل بخورم جرت میدم. این سر این تیکه هم که داشتم پاک رو تمام کردم، گفتم یکم فشار را بر باسن مبارک بیشتر کنیم و همین. دم شما لایک کن. من اینجا دارم فشار ادیتور البته بیشتر دارم ادیتور بدبخت. میدونم صدام کاملا فرق میکنه با اون صدایی که داره ویدیو ضبط میکنه، اثر میخوره، صدا گرفته، نمیتونم حرف بزنم و شاید نباشم چون صدام واقعا افتضاحه. بعدا دارم با خودم فشار میارم. کل قبلش توفی کردم، جربت خوردم، جربت زینه خوردم و صدام افتضاح. خلاصه شاید نباشم، شاید باشم، نمیدونم.
اگه شرایط بهتر بشه هستم. این ویدیو مال یکی دو روز قبل این ویدیو مال یکی دو روز قبل و من اون موقع هنوز مریض نشده بودم. با صدای زیبا داشتم اینجا براتون اجرا میکردم نگ 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 که دیگه ادیتور این تیکه ها رو عوض کرده، سریع کرده و این تیکه ها نمیشنوی. ولی من الان سرما خوردم، شاید چند روزی نباشم، میدونم براتون مهم نیست ولی باز صدا به این دلیل فرق میکنه با اون چیزی که توی ویدیو. اینجا ادیتور مجبورم کرد بیام بگم که من گوه خوردم چون وقت ادیتور گرفتم. ادیتور مریضی تو فکر کنم مریضی چون حالت عادیه نفر این کار نمیکنه. تو مغزت مشکل مغزت، بدنتش مشکل مغز. فهمیدی؟ چرا بهت میگم مریض؟ مریض ادامه میدم. این همه خاطر میاد روسیه رو بکنین همه خاطر میاد. خب دوستان عزیز ادیتور این تیکه رو بذار. دوستان عزیز ما دیگه نتونستیم برسیم خونه رو تکمیل کنیم و از اینجایی که این لحظه دوستان عزیز اسمش آکاسیا اوک بود. آره چون آکاسیا اوگمون تمام شد و من جون ندارم برم اون همه راهو برم فقط واسه 4 تا دونه چوب میزنم واسه قسمت بعد بقیه‌شو با این اوکلاگا اسمش درسته دیگه اوکپلنکا با اوکپلنکا انجام. وای اندرمن امام حسین گل خورد. وای نمیدونم من دهنم خیلی امام فکر کنم جلو گم شو دیگه. وایساد اینجا که چی؟ اوکی اندرمنم رفت. دمتون گرم. لایک ساب فالو کامنت یادتون نره. حتی لایک ساب و فالو یکی دوباره کلا ساب کنید لایک کنید کامنت هم بزنید. دمتون خدا but it didn't turn out